ساسی و آرام آبرو واسش نذاشتن. سپهر حیدریو میگم، کاپیتان محبوب پرسپولیسیا که به خاطر علی دایی از پرسپولیس گذاشتنش کنار و بعدش توی یه نگاه عاشق آرام شد. سپهر اصفهانیه و خانواده‌اش وضع مالی نسبتاً خوبی دارن و خواهرش هم پزشکه. اون سالها کاپیتان تیم ذوب‌آهن بود که بعدش هم به پرسپولیس رفت و توی همون اولین فصل حضورش گل قهرمانی سرخا رو به ثمر رسوند. بعد از حضور علی دایی توی پرسپولیس و اختلافش با مدیریت باشگاه، سپهر طرف علی دایی رو گرفت و به همین خاطر ناجوانمردانه توسط مدیرها کنار گذاشته شد. سپهر تا 34 سالگیش مجرد بود تا اینکه توی بولینگ با آرام جوینده مدل و مربی تکواندو آشنا شد و همونجا جلوی پدر مادرش یهو گفت من دخترتون رو میخوام. این دو نفر صاحب 2 تا بچه شدن، اما بعد از مهاجرتشون به دبی و کلکلای سپهر با استقلالیا یهو همه چی عوض شد و الانم بعضیا میگن سپهر و آرام از هم جدا شدن. نمیدونیم والا، ما که دخالت نمیکنیم. ولی حالا پرسپولیسیا و استقلالیا لایکو بزنید و بگید چرا ساسی با سپهر این کارو کرد.